باغپروران شهر حصار میگویند که سری وقت نگاهبینی درختان میوه‌دهنده این امکانیت فراهم می‌آورد که تامینات اهالی با میوه تر و تازه بهتر گردیده امکانات صادر نمودن محصولات زیاد می‌شود. از این خاطر تمام سعی و کوشش خود را به بلند برداشتن حاصلناکی زراعت‌ها و رشد ساحه روانه نمودند. این سال هوا کمتر من بلند اومد، بارون نیست، نمنوکی نیست. برای من نیست کردن همین حشرات ها، ذخیره کردن نمی زمین، ما یخوب مونده ایستاده ایم که همین اگر رود و هوا گرم بیاد یخوب نمونده درخت بر وقت زنده می شود. اگر برف خنک کشید همه حاصل میزند. برای همین یخوب موندن ضرور. این همه دوری بابامون کده اومده ایستادن همین کارا، یا ما میکنن همه کده ایستادن، ما هم همین کارا میکنیم. ما پارو دادیم، داروی حشرات زدیم، همین درخت داده 2 روز پیش زدیم همین دارو شما. داروی دهنی فرنگ میگم برای من همون نیست کردنی کسلی شیره میراره، شیرش هوایش موز زدیم، تیار کردیم، پارو دادیم، من بخش درخت داده. متخصصان باید طرز درست یخابمانی زمین کارکرد باغ‌ها به دهقانان مصلحت‌های مفید می‌دهند. از این رو دهقانان خواجگاهی باغپروری شهر حصار باغ‌های میوه‌دهنده را برای موسم امسال آماده می‌نمایند، زیرا در حالت نگاهبینی درست درختان باغداری هم ساحه سیردرآمد به حساب می‌رود. ما بین خواجگاهی کشاورزی و اساسیاسیون استفاده برندگان آب و نقشه و چاره‌بینی‌ها اوید یخابمانی و ذخیره نمودن نمی گذرانده ایستاده‌ایم. از سبب کم بودن آب در شبکه‌های آبرسان با نوبت آب یخابمانی و ذخیره نمی رفته ایستاده است. همه پایگاه‌های در موازنه اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهر حصار بوده قریب که بر پورگی 80-90% از تعمیر برآورده شده است. ما کوشش می‌نماییم که تا آخرای ماه دکبر 100% پایگاه آبکشی از تعمیر برآورده شده برای آبیاری خواجگاهی کشاورزی آماده نماییم. باید گفت که در حدود شهر حصار 39 شبکه آبیاری با طول درازی 211 کیلومتر و 12 زهبر زهکش‌های بین خواجگی با طول درازی 63 کیلومتر موجود است که اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در شهر حصار همه روزه برای تعمیر و نگاهبین و استفاده برای شبکه‌های آبیاری و انشاءات هیدرotechniکی تازه نمودن نهرها و زهبر و زهکش‌ها خدمت می‌رساند.